اینجا میخوام بهتون نشون بدم که چجوری توی گوگل کروم زیرنویس فارسی رو فعال کنید. روی 3 نقطه کنار صفحه میریم، میزنیم و وارد ستینگ میشیم. دوباره این کنار سمت چپ میایم این پایین Accessibility رو انتخاب میکنیم. از اینجا لایو کپشن رو روشن کنید و بیایم پایین تر لایو ترنسلیت رو روشن کنید. زیر لایو ترنسلیت یه باکس هست، شما باید اونجا پرژن رو انتخاب کنید. اگر که نبود سرچ میکنید، مینویسید و بعد براتون میاد. حالا میریم امتحانش کنیم ببینیم چه اتفاقی افتاده. خب میرم توی سایت ترینینگ که یکی از ویدیوها رو انتخاب کنم ببینم چه جوری کار میکنه برای ما. البته شما هر سایت هر ویدیویی رو حتما نباید ترینینگ باشه، به هر زبانی هر ویدیویی داشته باشید رو براتون میتونه زیرنویس بکنه. خب ما یکی از اینا رو انتخاب میکنیم. Getting back to business. Navigating your business relaunch. و میبینید که این زیر براتون زیرنویس میشه. امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه. This course may be for you if you've become disconnected